أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حضرت مولوی میفرمود به گورستان گذر یک دم نظر بر اهل حسرت کن سری حسرت پیچیدن در چاک گریبانی با تاج و تخت و رنگ و آب این فانی چی می که بعد از مدت اندک به خاک دهر یکسانی گذر از آب و رنگ و دون بنای خانه دین کن جهان ناید بکار اما بکار آید مسلمانان. برادران خیلی عزیز و گرامی، از الله بسیار مهربان دعاگو هستیم که برادر ما از شمس‌الله که یادآوری کردن. خدای مهربان رحمت و مغفرتشون کنه و هر یک عملهای صالح و کردارهای نیکی را که انجام دادن روشنی خانه قبرش و دستگیری روزی آخرتش گردانه. باقی مانده برادرایی که در این خاندان هستند، الله مهربان عمری دراز، ایمان کامل و سعادت دنیا و آخرت نصیبشون گردانه و الله مهربان قدوم همه شما در برادران عزیز و گرامی الله مهربان حسنات نویسه و خدای مهربان همه شما را هر جا که باشین در پناه رحمت و عصمتش نگهبان باشند. برادران عزیز و گرامی، جناب حافظ ابن جوزی در کتاب خودش که به نام بستان الواعظین و ریاض السامعین در کتابش میارد که اگر خداوند قبر را زبان میداد، آن قبری که برادران عزیز اگر خداوند نصیب کرده باشه و ما و شما به وقت و ساعتی که الله معین کرده است وقتی داخل او میشیم که این خانه آخرت ما و شما هست، حافظ ابن جوزی میگه اگر الله همین قبر را زبان میداد، میدونین که میگه این قبر چی میگفت. و ابن جوزی سخنهای را از نام قبر برادران عزیز در این کتابش آورده است و انشاءالله خداوند رحمتشون کند که اگرچه یک مثلی میزند، یک مثالی میارد، ولی برای آدمی که گوش می اندازه و برای انسانی که به سخن این عزیزای خدا اهمیت میتد در حیات بسیار درس کلانی هست. یکم برادران عزیز میگه این قبر میگفته است که انا بیت الوحده فهم المونسن و هو قراءت القرآن. الله اکبر. میگفته است ای بندگان خدا، من خانه تنهایی هستم، یک خانه هستم که بجز نفر مقصد در من دیگر کسی همراه تو نیست. یعنی یک گویم یک خانه ای که در او برادران عزیز همه ما و شما به تنهایی داخل میشیم. گفتن می توانی که گفتن برای خودت مونیس بیاری، برای خودت دلبردار بیاری، برای خودت یک
امره بگیم، تاجیکای ما امره میگیم، یک امره هم قطید بیاری. گفتن میدانین که امره شما در داخل من کی است؟ هو قرائت القرآن. اگر در دنیا شما گفتن از قرآن اگر تلاوت کرده باشین، این برای شما می شود که در خانه قبر مونیس باشد، می شود که این برای شما یک راحت بخش باشد، می شود که برای شما دستگیر باشد. برادرانی عزیز، هر کسی در اینجا قرآن میخوانه دانه که شما در قبر مونیس ندارید. با گفت جناب حافظ ابن جوزی، مونیس ما علمینه که هرگاهی که وقت یافتیم ما مقصد قرآن کشای ما از سوره های قرآن برادرای عزیز تلاوت کنیم. عزیزای خدا حساب کردن میگن در قرآن 650,000 حرف است. 650,000 حرف، کلمه نه، حرف. اگر در هر یک حرف قرآن پیامبرمون که 10 ثواب گفته باشد، یک نفری که قرآن کلا میخونه 6.5 میلیون ثواب میگیره. ببینید یک قرآن وقتی شما میخوانین 6.5 میلیون ثواب در نامه اعمالتان. الله مهربان میگه فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. هر کسی را که ترازوی اعمالش ثوابش سنگین تر شد، ثوابش وزنین تر شد، برای او راحتی داخل شدن جنت میتن. میگم بگی تو را زیب جنت های، تو حق و لایق داخل جنت داری. مرحمت مقصد اینه، این حجتش کی برای داخل شد. برادرای عزیز، یک نفری بود، فکر میکنم بسیار شما مکتبم خواندین، به نام ناپلیون. ناپلیون بوناپارت که یکی از قماندان‌های مشهور و معروف فرانسوس، وقتی میگه در ذهنش آمد که همین دولت‌های اسلامی را هم ما باید که در زیر تصرف خود ما بگیریم، زیرا دولت‌های اسلامی بسیار ضعیف شدگی بودند، میتونستن به هر یک مقصد علاهیدگی هر کدامش بگیرن. میگه بعداً میگه همین ناپلیون در یادداشتش داشت، میگه گفت که همین مرکز کجا ده که من یک بار باید یک رفته باید یک نگاهی داشته باشم. آوردنش میگه همین الکساندری، همین مصر. وقتی مصر آوردنش میگه گفت کتابخانه دارد؟ تن دارد. وقتی آمدن کتابخانه رو میگه تماشا کرد، گفت از همین کتابی که در بین مردم اعتباری بلند دارد چه در همین مسلمان ها؟ گفتن قرآن. گفتن به همین بسیار اعتقاد داره مردم، بسیار ایرا بوسش میکنن، نه خواننشان در بالای سرشان میمونن، بسیار احترامی کلان دارد. بعد میگم تا گو کو بکشوینش، میگه وقتی کشودنش میگه همین چشمش میگه در یک آیت زد، گو کو همین را بخونین معنا کنین. میگه سوره اسراء کشوده چی؟ این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. همین آیت میگه چشمش را دید، گو همین را کو خوانده یک معنا کنین. میگه وقتی خواندن معنا کن، گفتن این قرآن یک کتاب بسیار استواری هست که مردم به سوی سعادت دنیا و آخرت میبرد. گو همین خیلی معنا داره، گو همین خیلی معنا دارد. میگه قرآن کشان. آدمای با سواد برادرای عزیز در هر یک حرف قرآن اهمیت میتن، از بس که ماها که توجه ما کمی در مسئله کتاب و مثال معنا اهمیت که نداره برای ما و شما، ما چکر اندیشه نمیکنیم. میگه پشاندش همین سخن میگه در ذهنش خیلی باقی مونده. بعد میگه دو جمله گفت، یک جملهش به فایده مسلمان ها، یک فایدهش به ضرر مسلمان ها. گفت تا وقتی همین قرآن اگر در بین مردم رواج داشته باشه، مردم به همین اعتقاد کنن، مردم همین را بخونن، به همین عمل کنن، مردم مسلمان هیچ گاه تسلیم کردن نمیشه. لیکن اگر زمین قرآن فاصله بگیرن، به قرآن اهمیت نتن، قرآن در مقصد همون اعتقادهاشون و همینها اگر تا چند ضعیف شدن گرفت، اینها را گو بلایدگی همش ما میتونیم شکسته و اینها را مقصد تسلیم کنیم.
بله برادران عزیز، تنهایی خانه قبر ما هم مونیسش قرائت قرآن است. خوش به حال نفرهایی که برادران عزیز خانه‌ای هست که با کلی همشون قرآن میخونند. نفری از خانه هست که بالکل در اونجا حتی قرآن یافته میشه. از این لحاظ هر کسی که میخواند پیامبر نازنین گفت خیرکم من تعلم القرآن. حالا ببین همین خانه برادر ما ده اگر 50 نفر شتگی باشیم، حضرت یکم برادران عزیز صدای را که قبر داشته است میگفت است من خانه تنهایی ام. اگر شما خواهید که با خود رفیق داشته باشین، دستگیر داشته باشین، دنیا در قرآن بسیار بخونید. الله رحمت کنه امام نووی را در شرح صحیح مسلم ای نام ابوبکر از نام ابراهیم ابن ابوبکر عیاش میگه وقتی دم آخیر رسید از دنیا گذشتند، بچه‌اش فریاد کرد. گفت بچه‌م گفت یک چیز میگم، در همین منزل گفت من چند سال شد زندگی دارم، زیاده 50 سال شد من در همین خانه زندگی دارم، برای تیا وصیت دارم در همین گرد و گوشه مبادای گو یگان معصیت کنی، من در همین منزل گفت 12,000 بار قرآن ختم کردم. تصور کنید 12,000 بار من قرآن ختم کردم. این قصه را برادر از من برای اون نمیگم که خلاص همین یک گوشای ما همین را گوش کنه و تمام با همین از همینجا که برآمدیم فراموش کنیم. ما اگر چنده که به اندازه ابراهیم ابن ابوبکر عیاش هم که نشیدیم 12,000 را نشید، حد اقل یک کم و بیشم از ما و شما تلاوت شود. این حال در پیش با ماه مبارک رمضان رو میسته. بعد از آن میگه گفت انا بیت الظلمه. دویم چیزی را که قبر میگفت از من خانه تاریکی ام. فحمل الی سراجا. شما میتونید که این خانه تاریک روشن کنید. قبر میگفت است چراغ خانه قبر چی است؟ گفتن الصلاة فی اللیل. کسی که نمازی در شب داره، کسی برادران عزیز نماز خفتن هم میخوانه و بعد از آن مقصد بالیش در سرش میمانه و بعد از آن ساعتی 2 است 3 است 4 است از جاش بلند میشوه و از نماز شب میخوانه. قبر گفته است که این روشنی خانه من نمازی در شب است. این روشنی است برادران عزیز. پیامبر نازنین من میگه که یا ایها الناس افشوا السلام اطعموا الطعام و صلوا باللیل و الناس نیام تدخلوا الجنه بالسلام. ای مردم یکدیگر تا دیدین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بگین، یکدیگر تا نپسونین، یکدیگر تا این خیل ببرش نگذر نره، سلام بتین. گفتن پیامبرمان سلام بتین. بعد از آن گفتن امکانیت دارید طعام بتین. بعد از آن گفتن نمازهای شب بخوان، با این 3 اعمال داخل شو جنت جاویدانی را. نمازهای شب هم برادران عزیز امکانیت ها ما باشد، دعا کنیم الله را توفیق ما بده و ای نماز تهجد هم که خوانیم روشنی خانه قبر ما نمازهای برادران عزیز شب بوده است، نماز تهجد بوده است. بعد از آن میگفت است انا بیت التراب فحمل الی فراشا. من خانه خاکم. اگر شما خواهید که زیر پاتون در یگان کورپچه و یگان چیزی ملایم بیارین، گفت است و چی از هو العمل صالح، با عمل صالح وارد شد خانه خاک برادر عزیز به خانه راحت مبدل می شود. شما اگر خواهید که خانه های قبرتان راحت داشته باشد، مقصد مشکلات ها و اذیت هاش دور باشد، شما میتونید با عمل های صالح خودتان وارد خانه قبر شوید. بعد از آن 4 میگفت است انا بیت الافاعی والعقارب فحمل التریاق. گفت است من خانه مارها هستم، من خانه جای عذاب هستم. شما میتونید که از این عذاب جان خودتان خلاص کنین. و هو صدقه
و احراق الدموع. شما میتونید که احسان بسیار کنین و برای روزهای آخرتتان پیش نظر بیارین و گریه کنین. آبهای چشمتان قبر میگفته است که شما را از عذاب داخل قبر نجات میده. خیرها و احسانهاتون گفته است شما را از خانه قبر عذابش گفته است شما را خلاص میکنه. پنجم چیزی را که جناب ابن جوزی آوردن میگه در اخیر انا قبر میگفته است که من خانه انا بیت السؤال منکرین و نکیر. من یک خانه هستم که اینجا منکر و نکیر میدراید و شما را سؤال میکنه. فاکثر علی ظهری لا اله الا الله محمد رسول الله. در پشت من همین کلمه را زیاد گوین شما از سؤال منکر و نکیر خلاص میشید. الله مهربان توفیق منتیت برادران عزیز و گرامی که آن تعلیماتی را که ابن جوزی برای ما و شما فهمانده دادن توفیق منتیت که از عهده این برای برادرای عزیز ما هرگاهی که تابوت دیدیم، هرگاه خانه مرده‌دار آمدیم، مقصد ما فقط و فقط برای شکم ما نیست، برای فقط یک بردباری ما نیست، برای یک اشتراک کردن نیست، برای عبرت گرفتن هم هست که اینها چیزهایی هستند که باید ما عبرت بگیریم. یک نفر نامش زهیر میگفتن، ابن نعیم بانی، میگه یک نفر آمد بسیار عالم کلام بود، گفت حضرت یک نصیحتم نمیکنی؟ گفت من صدقه طور انسان میشم که برای پیش من درخواست نصیحت کنی. گفت نصیحتی من به تو بچم همین، حرکت کن که زمانی که مرگ به سراغت میاد در حالت غفلت نباشی. این گونه نصیحت من بر تو، حرکت کن که مقصد برای مرگت آمادگی داشته باشی، یک تیاری برای خانه آخرتت مقصد داشته باشی. برای همین مصلحت عزیزای خدا برای ما همینه که همه ما این آمادگی را برادران داشته باشید. چی میدانی؟ چی میدانی که نمی تا عصر برادر شما هستین یا نیست؟ چی میدانی؟ هیچ کدامت نمیدانی. الله مهربان عاقبتمون به خیر کنه، ایمانمون با سلامت نگه داره، توفیق و میل و محبت و اخلاصمون با دین خدا زیاد کنه. این دادر ما شمسلار الله مهربان رحمت و مغفرت کنه. باقی مانده برادراش الله مهربان سفرهاشون مبارک و کاراشون را برار و برکت و اهل جمعیت خدای مهربان قدوم همه شما در حسنات نویس. آمین یا رب.